ما یک سینمایی داشتیم توش عرقخوری بوده، کتککاری بوده، ماچوبوسه بوده، رقص بوده، فلان بوده، همه اینا رو داشته. اوکی. ما اومدیم کل این سینما رو از روی میز ریختیم پایین، گفتیم این سینما مبتذله فلان. حالا اما حواستون بود لای اونا جوون مردی و عشقم بود. بی ارزش ترین فیلم های دوران شاه تبلیغ عشق داشت. شما زمانی که پیچ رادیو رو با میکردی تبلیغ عشق بود. گوگوش میخون برای خواب مسعود مانع عشق. داریوش که سیاسی خونه اون موقع چی میخون؟ عشق من عاشقم باش که تن به شب نبازم. بعد ما اینا رادیومون بود. شب میرفتیم دایجان ناپلون و چنگک و تلخ و شیرین عشق تبلیغ میشد. میرفتیم سینما ممل امریکایی در امتداد شب، همه اینا عشق تبلیغ عشق تبلیغ عشق. ما که بچه بودیم مال اون نسلی میگیم بزرگ شدیم عاشق شم عروسی کنم، بعد برای همسرم عشق من عاشقم باش بخونم، بوی موهات زیر بارون بخونم، شعر بگم، این کارا رو بکنم. حالا ما اینا رو ریختیم تبلیغ عشق نشد. چی شد؟ رادیو رو بار کردیم گفت مرگ بر تو ای آمریکا، دشمن راه بشر آمریکا، آمریکا مرگ بر آمریکا، مرگ بر مرگ 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 مرگ. بعد میگیم چرا طلاق زیاده آقا؟ چرا؟ عشق نیاز به تبلیغ داره و باید بترسیم از اینکه آیندگان ما رو طنزمون کنن، طنزمون رو میسازن، ولمون نمیکنن.